صدا میاد، صدای آشنا میاد، پرستو خبر میدن. خدایا شکرت، شکر. سلام ناصر خان. سلام آقا. چی شد تمومش کردین؟ حساب خوردم. بفرم آقا. کسی که متوجه نشد. یه جایی بهش زدیم که پشم پر نمیزد آقا. این که خالیه. خالی آقا؟ نمیدونم ناصر خان، به خدا ما بیخبریم، همینجور آوردیم خدمتتون ناصر خان. خیلی خوب، برید تو ماشین بشینید پشت سر من دیگه. چاش ناصر خان. الو. آره خودمم. خوب گوشاتو باز کن. بچه ها به درستی کارشون انجام دادن و میدون رو برات خالی گذاشتن که بتازی. بتاز ببینم چند مرده حلاجی. در ضمن یه امانتی از خدا بیامرز پیش من مونده که باید بیای بگیری. خدایا شکر. رقصتی خاموشی و سلامی. چی شده داداش؟ کی این بلا سرت آورده؟ عجب نامردایی بودن. ببینم دست و پات سالم هم؟ آره فقط دست. بذار ببینم چی شده. طوری نی. الحمدلله خوب میشه، چیزی نیست. باشه که باید اینجا بریم پدرجان. باشه عزیزم. یاری آزه باش. یواش. آخه آزاد خوبه؟ خوبم. الو مرسی. الو محمد. سلام، منم غلام. آره ببین، برای من یه مشکلی پیش اومده. یعنی نه بابا، من برای یه اتفاقی برای من نیفتاده. گوش کن. ببین من داشتم می اومدم، یه بنده خدایی دیدم کنار خیابون افتاده، تمام سر و کله‌اش خونی مال. محمد جان من نزدمش. نه بابا محمد، میشه یه لطفی در حق من بکنی؟ اون دهنتو ببند بابا. گوش کن یه دقیقه به حرف من. افتاده بود کنار خیابون، 2 نفر زدنش، در رفتن. من تا رسیدم دیدم هیچکی بالا سرش نی. گوش کن الان به کمک دت، یا من دارم میام در مغازه. اومدم ببند اون دهنتو. اومدم. کیه؟ چقدر زود. این کیه؟ یه بنده. چی شده؟ مالی خانم جون دخالت نکن، مسئله مردم باز گرم میزنیم در زود باز کن. محمد نوازه بش باش. آقا خیلی داداش تو رو خدا بگو چی شده.
تو زدی؟ نه بابا دکتر هست. الان میرم صداش میکنم. برو صداش کن. تو رو خدا شاغلم. بابا دکتر رو صدا کن ملیه خانم. مواظب باش دیگه دکتر. شما میشه دخالت نکنی، کار تخصصیه. خیالت راحت باشه. میگن نامردا زدن مخ و ملاجشو لطه پار کرد. آره بی معرفت شما نمیدونی که چه جوری بود بنده خود. بفهم محمد جان بده من. اگه کسی چایی بخواد خودش میاد برمی‌داره. بدنت هم درد میکنه؟ آقا بحث مخ و ملاج و ایناشو من یاد یه خاطره افتادم. منم یه روز داشتم این جاده سلف چکونه میرفتم همینجوری هی پشت مثلا کامیونیا و یه دونه سواری افتاده بودم. بعد دیدم این کامیونی بی وجدان این داره جسته گریز میکنه، این پیکانم از موقعیت خطر میگریزه. و من رفتم دیدم همینجوری داره میکشه سمتش، کامیونی خورد بغل سواری این بنده خدا ننه مرده رفت تو باقالیا دیگه کلا. و من گفتم چی مریم خانم؟ گفتم این تو مرای ما نیست به جون آقا. رفتم دنبالش کجا گرفتمش گردن حیرون. پدر من به خدا همه یه روزی به دنیا میان یه روزی هم از دنیا میرن. خیلی بهتره تا موقعی که در قید حیات هستید خودتون بیاید اینا رو تقسیم بکنید. بابا ما به خدا منظور بدی نداریم. بعد از مرگ شما خدای منظور بدی نداشتم بابا جون. خدایی نکرده اتفاق میفته. دامادتون هم که خودتون بهتر از من میشناسید. میدونید بعد از این اتفاق چه کارایی میکنن؟ میان داد و بیداد و دعوا. خیلی بهتره شما قبل از مرگتون این کار رو انجام بدید. شما که موندنی نیستید، هیچ کس موندنی نیست. بابا جون بهتون بر نخوره. نمیدونم شما در جریان این مشکلاتی که برای جبار پیش اومده نمیدونم هستین یا نه. یه مقداری مسئله مالی پیدا کرده. میدونین که از پسش هم بر نمیاد. من خواستم خواهش کنم اگه بشه یه 200-300 میلیون به ما فعلا بدین، بعد اون وقت توی تقسیم ارث و میراث با بچه‌ها حساب میکنیم. بابا جون به خدا من هنوز زندم، هنوز دارم نفس میکشم، حق حیات دارم. چرا شما میخواین در مورد مرگ من تصمیم بگیرید؟ خدا رو شکر حالتون بهتره. به مرحمت شما. آقا غلام کجا؟ رفته سر کار. صبح تو کارخونه کار میکنه، شبام که کارشو دیدی. بله. خب ایشون عیالوارن؟ والا هرچی بهش میگم نمیخواد سر و سامون بگیره. چرا؟ به خاطر ما. هم خرج زندگی ما هم خرج زندگی ننه حجت. پسر ننه حجت رفیق شاه غلام بود، رفت خارج از کشور. معلوم نیست اونجا چی کار کرد و چه خلافی ازش سر زد که بردنش زندون. بیچاره شاه غلام هم دلش نمیاد مادرش درمونده بشه. سلام علیکم حاج آقا. سلام علیکم. یالا بفرمایید. خدا رو شکر حالتون خوبه. اومدم ببینم کاری کمکی نمیخوای؟ ممنونم از شما، خیلی متشکرم. سلامت. ای وای ببخشید انقدر حرف زدیم که این چایی سر شد. من میبرم براتون عوضش کنم. بازم تشکر. با اجازت. ننه حجت با اجازه. بفرمایید. زنده باشی. خیلی دختر مهربونی، ولی افسوس که حروم شد. چرا؟ اسقر شوهر شاگه شوفر کامیون بود. بعد وقتی کامیون چپ کرد و رفت ته دره، خدا بیمارز جنازه‌ش آوردن در خونه دادن. یه دختر 7 ساله داره حاج آقا، 1000 ماشاءالله مثل پنجه آفتاب. زنده باشی انشالله. امسال میره مدرسه. تمام خلقیات اخلاقش عین مادر است. خیلی با عاطفه است. بفهمید. ببخشید دیگه چایش از این ارزوناست، نه رنگ داره نه مزه. شرمندم نکنید.
به جاش رنگ محبت و صمیمیت و صفاش از تمام رنگ‌های دنیا قشنگ‌تره. ممنون، مرسی. ببخشید من برم اتاق غذا رو سر بزنم، گذاشتم رو اجاق. با اجازت. خیلی ممنونم، متشکرم. میبخشید این دنه حجت با کی زندگی میکنه؟ چند سال پیش شوهرش عمرشو داد به شما. یه پسر داشت که اونم رفت ترکیه و اونجا موندگار شد. یا الله. سلام حاجی جان. سلام دکتر. ملیه خانم، حال شما خوبه؟ ببینم حال مریض تصادفی ما چطوره؟ دکتر جون این مریض تصادفی رو دیگه باید بریم به اوراقی اومدین اساسی. خدا رو شکر الحمدلله. بزنم به تخته. امروز رنگ رود بازتر شده. غیر از اینه ملیه خانم. بیا یه دونه از این قرصا بخور، رنگ رود میاد سر جاش. خیلی ممنونم. راستی دکتر جون عینکی تو دیدم یادم افتادم. عینکم نمیدونم کو. اون مشکلتم حل میکنم. ببینم شما نور بالایی یا نور پایین؟ یعنی چی؟ یعنی نزدیک بینی یا دوربینی؟ آها از اون لحاظ. پس اگه اینطور من دوربینم. اونم با من. فقط قرصت یاده. دست در من. الان من میام. خیلی ممنون. عجب آدم جالبیه، خوشم میاد ازش. ببینم ملیه خانم ببخشید این دکتر محکمش کجاست؟ سید دله که همون بود، همین همون سر کوچه. سید زمان جنگ چند سال میره جبهه و توی درمونگاه‌های اونجا کار میکنه. دیگه آمپول زدن و فشار خون گرفتن و کمک‌های اولیه رو آشنا میشه. وقتی برمیگرده حاج خیرالله دیگه همومش رو فروخته و رفته بوده. سیدم بیکار میشه. تقریبا میشه گفتش که وقتی برگشت شد دکتر محله ما. اینجوری هم کار خودش رو راه میندازه هم زندگی مردمو. جالبه. خب برام تعریف کن ببینم عهد و عیال چی داره؟ زن داشت، چند سالم با هم زندگی کردن. زن دلش خیلی بچه میخواست ولی آقا سید بیچاره اجاق کور بود. زنم پاشو کرد توی یه کفش که مهرم حلال و جونم آزاد. رفت و پای سرش هم نگاه نکرد. حالا آقا سید صبح عاشق و شب و فارغ. بیا حاجی جون بفرم. اینم عینک. اینو بزن به چشت ببین چطوره. من دکتر جون تاره. تار میره. ببخشید. بیا قربونت برم. دکتر جان این هم مثل همونه. عیب نداره. بیا. آکسیکماکه. بزن حاجی جون. چیه دکتر جون؟ آکسیکماک. آکسیکماک. آره خوبه. ببینیم انتخاب ملیه خانم. به چه بهشم میاد. خوبه؟ نظر شما چیه؟ ببین حاجی جان مثل روز اول که نمیشه ولی لااقل جلو پا رو میتونی ببینی که فدات شم. بد نیست دست درد نکنه. بابا جان بابا نمیخوایم پاشیم. بابا جان بعد حاضرشم برم دانشگاه، دیر شده. صفورا بابا که نیستش. صفورا ها دیدن بابا نیست. خونه من که بهت گفتم نمیدونم کجا، نه خبر نره. یعنی چی؟ نمیخوای بری سر کار؟ دیرت نشه. چرا؟ میرم الان. بله. الو سلام داداش. ببین بابا اونجاست؟ نه خبر نداری ازش؟ خبری ندارم. حالا سر بهتون میزنم. ال فقط بلد مفخوری کنه. چیکار داشت؟ تو از بابا خبری نداری؟ من میخوای چیکار کنم؟ هیچ، من کلا میرم سر کار. بعضی سر بهشون میزنم. الو سلام رامین. خوبی؟ چه خبر؟ چقدر ناراحتی؟ صدات چرا انقدر میلرزه؟ ببین بابا دیشب خونه نیومده. اصلا هم سابقه نداشته که بیخبر همچین کاری بکنه. سلام آقا مهربون. سلام بر محمد آقای گل. بفرم. تو که خودت میدونی من خیلی تو رو دوست دارم. این از لباسای اتو کشیده شما. دست درد نکنه. فقط میخوام بهت بگم شرمندگی سقاط منه. ببخشید بیا ماچت. با چکری. یا علی زنده باشی.
به جون آقا اینا دیشب می‌خواستم یه ماجرا واسه تعریف کنم که شاختون ببره. اصلا من یه شب همین دور و بر بودم داشتم می‌اومدم سمت خونه. کجا؟ بعد همین تقریبا اونور محل بودم. و داشتم می‌اومدم یه موتوری سه تا قولتشن پشتش میدن یهو اومدن گیر دادن. خواستن خفتم کنن. گفتم برو اینجوری چش گشاد کردم گفتم برو یه گوش نداد. گفتم آقا برو گوش نداد. اومد جلوی کف گردی اینجوری گذاشتم تو صورت یکیشون. یارو رفت. اون یکی من زنجیره رو اینجوری تابون تا اومد برسه. من زنجیره رو گرفتم خودشون رو زدم اونا تازه اونا فرار کنن ستایشون. یکیشون رو گرفتم خفتشون کردم گفتم من تا خونه برسونیم تا دم خونه من آورد. خیلی عجیب بود. احمد آقا بسه. بالا غیرتن کوتاه بیا. بابا اعصاب این بنده خدا رو خورد کردی. چقدر خالی میبندی. اصلا بیا بقیه‌شو برای من بگو. آقا من خیلی با شما کار دارم. من میام پیشتون حتما. مریم عجب جوان بانمکیه. زنده باشی. چه تایجو بغ کرده درد بلاد و جونم عزیزم ایشالله که هیچ اتفاقی نفتی اما خود انزا ناراحت نکن خب چی بگم هیچ توکل کن به خدا هرچی خدا بخوا همون میشه بیا دردت که جونم اینو بخود یه ذره جو بری نمیخوای ویتامین C داره ها سلام چی شد؟ هیچی فعلا. تو که تازه به من گفتی چه خبر؟ چی کار کنم نمیدونم. فعلا که هیچی خبری من که چی بهت بگم. زنگ زدی به جایی؟ همه جا زنگ زدم به همه دوستای زنگ زدم به هر جا که میدونستم زنگ زدم. تا به حال همچین کاری کرده بود؟ نه. میگم آقا نصرت بزن ببین بهتر نشد تمیزش کردم. چشم میزن. دست نکن خوب شد. عالی شد دست در. فردا نرگس 8 سالش میشه. پارسال که دایش برای سنگ تموم گذاشت خدا خیرش بده. شاغلام تمام امید این بچه است. خدا بزرگه مرگی خانم. ترزم من هنوز این کوچولو شما رو ندیدم. صبح که مدرسه بود الانم خوابیده. اسمش چیه؟ نرگس. به چه اسم قشنگیه. میگم شاغلام دیر نکرد. فکر کنم دیگه الان باید پیداش بشه. بنازم حکمت خدا رو. بعضیا تو جمعم که اصلا دیده نمیشن. این شاغلام نبودشم تو چشم. یا الله بیا تو مریم خانوم بفرمایید شاغلام بفرمایید مریم خانوم حلال زاده سلام شاغلام سلام مریم سلام خب دکتر خوبی جون شاغلام قربون تو برم دکتر جون حال این آقا نصرت گل ما چطوره میبینی که عین شاخ شمشاد جلوت نشسته ایوالله شاغلام مژده بدم چشماشم ردیف کردم دستشو اون دردن یه عینک براش ردیف کردم آکسیکماکه چیه؟ آکسیکماک ما نایسماک شنیده بودیم ها تو دکتری حالیته آره 1 کیلومتری رو میاره جلو دست شما درد واقعا دستتون درد نکنه از تک تکتون تشکر میکنم اگه شما نبودین اگه خدا میدونه من الان سینه کدوم قبرتون خوابیدم ای بابا تو هم اومدی نسازی با ما اتفاقا خوب موقعی اومدی فردا شدم تولد نرگسه اونم خوشحال میشه بابا خب آبجی این خرت و پرتا رو گرفتم بلند شو برو جابجاش کن چشم تا ما ببینیم این دوستمون چیکار میکنه بفرمایید شما با اجازهتون خدا سایه شما رو از سر ما کم نکنه شما خیلی زحمت می‌کشید بفرمایید ان شاء الله بفرمایید علی خانم با سلام ننه سلام ننه چطوری شما خوش آمدید خوبی سلام علیکم ماشاءالله ننه جون امروز سرحال یا ماشاءالله هرچی دکتر رو به بهبودی میره ننه سرحال‌تر میشه دست شما در نکنه خوبی ننه قربون شما نامه حجت خب پس آقا حجت گل ما هم نامش رو داد بالاخره ایوالله خب نه نوشته که حالش خیلی خوبه کارم الحمدلله پیدا کرده خدا رو شکر یه اتاقم گرفته یعنی اجاره کرده که اونجا زندگی میکنه
خب برای شما مثل که یه مبلغی رو فرستاده الحمدلله، یه 60,000 تومانی هم پوله. این خدمت شما. دستی در نکنه. ایشالا همه شاد باشن و شما هم دلتون خوش باشه. خدا ایشالا سایه شما رو از سر ما کم نکنه. نه سلامت باشین. قربان شما. خب آقا نصرت نگاری ما رو قابل نمیدونی. به ما بگو تو از کجا اومدی، کجا میخواستی بری؟ بابا ما نوکری کیو داریم میکنیم؟ نوکرتم. شرمندم نکن شاه غلام. غلام حضرت علی باش مرد. خیلی چاکری. راستش چطوری بگم، من یک مسافر مزاحمم. شاه غلام جون، تو منو تو آشغالا پیدا کردی، آوردی تو این خونه، با جمع آشنام کردی، سرپناه هم دادین. از تک تکتون تشکر میکنم. من راستش 3 تا بچه دارم. خب به سلامتی 2 تاشون ازدواج کرده، یکیشون هم نشون کرده است اگه خدا قبول کنه. همسر مهدست دادم، خدا بیامرزش. دار و ندارم و بردم. الانم در خدمت شما هستم. خدمت از ما آقا نصرت. زنده باشی. آره آقا نصرت، رو ماها میتونی حساب. میدونم دکتر، تک تک شما مردیم. ما آدمای بیریایی هستیم و هاش نصرت. من به جون آقا مینا دارم، نمیتونی رو ما حساب کنی. صفورا مگه من به تو نگفتم چای کم رنگ نمیخورم؟ باز تو کار خودتو میکنی؟ بیا عوضش کن. چرا امروز انقدر عصبی؟ حالا اتفاقی نیفتاده که. آخه من 1000 دفعه بهش گفتم آقا من چای کم رنگ نمیخورم، حالیش نیست. خب رامی جان، از بابا چه خبر؟ راستش حقیقتا که خبر هیچ. من تا اونجا که تونستم از درمانگاه و بیمارستان و کلانتری و هر جا که به ذهنم رسید استعلام کردم. اما متاسفانه هیچ خبری نشد. رامی جان از پزشک قانونی چی؟ وا خدا نکنه این چه حرفیه؟ راست میگه. معلوم هست چی میگی؟ بالاخره احتمالات در نظر گرفت. کامران راست میگه. به اونجا هم زنگ زدم اما خوشبختانه منفی بود. یعنی چی؟ ببین آب نیست که رفته باشه تو زمین که. لعیا جان، تهران خیلی شهر بزرگیه. پیدا کردن یه آدم توی تهران به این بزرگی به خدا کار آسون نیست. اما من دارم تمام تلاشمو میکنم. انشالله که پیدا میشه. بالاخره که چی؟ باید تکلیف ما مشخص شه یا نه؟ منظوری ندارم. میدونی که مریضه، باید قرص بخوره. وای خدا دارم نصف جون میشم. اینا تکلیفی آدمو اذیت میکنه. من میگم مسیر خونه آقای هاشمی بیشتر تحقیق کن. منزل هاشمی؟ لعیا مگه تو نگفتی اون شب حاجی خونه کامران بوده؟ آخه اون شب حاجی زنگ زد به موبایلم، بعد گفتش که من درباره کارخونه سوالاتی کرد و اینا، گفت خونه آقای هاشمی هم. رو همین حساب من گفتم. خب جناب سوا، اینم سر نخ. میتونی از آقای هاشمی بپرسیم. این کارم میشه کرد. قلیزه کمرنگم پررنگ. آی کیمونه؟ چی کار میکنی سوزوندی؟ صفورا برو حله پیش. نمیخواد حله، عجله چشم دور شو، بدو. لیلا جون برو ساگ ورزشی من از عقب ماشین بیا لباسم عوض کن، همه خیس شده. لعیا جون الهی قربونه تو زحمتشو میکشی؟ میخوای باید بیام؟ بفرمایید. شرمنده لایه خانم، به زحمت افتادیم، ببخشید. صندوق عقب ماشین منم که مثل بازار شام شلوغه، در صورت زحمت افتادیم. نه من متوجه چیزی نشدم، فقط ساکو برداشتم. من بینم پس لباسم عوض کنم. خیلی خوب. رامی جون، من خستم، باید برم. کارم که اصلا بر نمیاد. اگه خبری شد به منم بگید. من باید برم. مژگانم که داره راه زنگ میزنه. میرم. خداحافظ. رامی چی شد؟ میخواستم یه چیزی رو بهت بگم. چیو؟ وقتی رفتم ساک جبرانش
تولد نرگس خانم یه دسته بلند بزنین. آها باریکلا. تولدت مبارک مبارک مبارک. تولدت مبارک. بیا سیبا رو بخور تا 100 سال زنده باشی. بیا سیبا. آقا من یه جوک براتون تعریف کنم حالا که من میگه سیبا رو بخور. سیب دیگه که نداره که. یاد یه جوک قشنگ افتادم. لویی 14 پادشاه فرانسه. ولی خانم لویی 14 که میشناسین شما؟ پادشاه فرانسه بوده. یه روز میاد به یکی از درباریاش میگه پسر اینجوری نه. و پسر میاد میگه بله قربان. میگه ساعت چنده؟ درباری میگه که قربان هر ساعتی که شما میل داشته باشید. دست بره چی میزن آخه بچه ها لوی 14 میشناسن. محمده که میشناسن. بابا ناسلامتی تولده. آقا بریم. من یاد یه خاطره افتادم راستی اگه دلتون بخواد هم میگم الان. خیلی خوشمزه. یه روز دکتر اسپانیا که میشناسین شما؟ صاحب یک صدای بله همه میشناسن. خیلی صداشون مخملی و شیشتونگه. یه روز من دعوت شده بودم کنسرتشون. من اون جلو ریایپی نشسته بودم اونجا. چی آی پی؟ اون ردیف جلو رو میگن. آره. منو دعوت کرده بودن اونجا. بعد دیدیم با تأخیر دارن میرسن. مدیر سالن من صدا کرد گفت محمد گفتم ها همینجوری دو دفعه صدات کرد. آره دوبارم جواب شدم گفتم چی شده گفت باشه بیا. من رفتم اون جلو گوش که بعد این آقای اسپانیایی تو ترافیک گیر کرده اون رو یه خورده سر غذا گرم کن. اینا من گفتم باشه چاکرتم. گفتم نگران نباش منم پله‌های سن رفتم بالا. چنان انانه برنامه تمام تسلط برنامه دست من بود. مردم سرگرم کرده بودن همه از خنده دل و روده هاشون رو گرفته بودن. خیلی خوب بود خیلی خوب. بعد مدیر سالن من گفت محمد گفتم گوش که من اگه میدونستم تو انقدر هنرمندی رو تو سرمایه گذاری میکردم. سری بعدی برات کنسرت میذارم. محمد آقا چرا تا حالا به من نگفته بودی؟ جون آقا آخه این یکی از داستانهای دست جمعی اینا باید جمع طرف من به تو افتخار میکنم چی رو افتخار میکنی؟ تولد تمپو تو بزن بچه‌ها منتظرن. بریم دست حالا شد آقا نوستر. چیزی نیست دکتر جان خودت ناراحت نکن. یکم قلبم درد گرفته اونم به خاطر اینکه چند روز این قرصش نخورم. ای بابا تو دیگه کی هستی؟ قلبت درد گرفته میگی چیز مهمی نیست؟ را بیا بریم درمونگاه. با این اوضاع احوالی که برای حاج نصرت به وجود اومده هممون ناراحتیم همه. میدونم ناصر خان بالاخره اتفاقی که افتاده هرچی باشه فامیله. درسته که من خاطر خوشی از این آدم ندارم چون همه میدونن 3 دونگ اون کارخونه مال من بود. حالا هم همش برای شماست. هرس چیو میخورید؟ نه من هرس نمیخورم ولی درست هم نبود اونجوری بابات اونو از چنگ من در بیاره. خیلی دوست دارم بدونم ناصر خان قضیه این کارخونه اون 3 دونگ چیه؟ قضیهش مفصله. سر یه فرصت مناسب حتما برات تعریف میکنم. سلام علیکم حاج آقا. سلام مریم خانم. شرمندم به خدا هی دردسر رو درسم منو ببخشید. چی شده مسافر غریب؟ ای بابا ننه حجت این مسافر غریب غریبه که دیگه یک راه طول و درازی بره. هنوز عرق راد خوش نشده. سفر خیلی زوده حاج نصرت. حاج نصرت درد داری؟ آره دخترم یکم دارم. نگران نباشی خدا درد داده درمونشم میده. با اجازت من برم محمد آقای ما کجا رفتی؟ نگرانش شدن. میگم محمد آقا حالا که تا اینجا آمدیم من میگم بیا بسترت کنیم این تیکت هم عمل کنیم. چه حرفی مریم خانم؟ من کجا تیک دارم؟ اگه منظورت خب با اینه که من کلا قولنج گردنمو زیاد میشکنم. نه من که میدونم شما سالمی. گفتم حالا واسه محض اطمینان. خب به من چه ربطی داره؟ دوست ندارم که هر کی رد میشه بگه من متکی. خب بالاخره شوهرم میگسته میخورم ناراحت میشم منم. خب بذار بگن اشکال نداره که. دردسر چه کنیم دیگه منو ببخشید. نه بابا حاج آقا خودتون ناراحت نکنین دیگه آخره جشن. یه وقت پیش میاد این چیزا حاج آقا نگران نباشید. زنده باش. راستی از شاغلام چه خبره؟ رفته داروهاتونو بگیره. خب زنده باشه انشالله. اصلا من حالا که فکر میکنم میبینم که تو اصلا تیک نداری که. اتفاقا محمد که خیلی هم بهت میاد. واسه چی بری زیر تیغ جراحی الکی ها؟
باش حالا بریم. الان همه دارن میرن و جا میمونیم. باش مریم خانم باش. مامان آقا بیا حاج نصرت. صحیح بود. سلام حاج نصرت. خوبی حاجی؟ بابا حاجی شما که ما رو جون به سر کردید. نگاه کن اصلا مریم خانم کامل در جنه. وقتی که تمام لواجه تبخال زدن همه این داخل. بابا کن دنبال این پروفسور بانهان درسته؟ رفت بیا. منظورش پروفسور بانهان. بابا جون آقا اینا راست به کامل در جنه تماسای من هست مریم خانم. ایرادی نداره. خب من در خدمتتونم. حالا من بد نیست. میتونم باهاتون حاج آقا بفرمایید پس بریم. بریم دیگه میگم بفرمایید یا علی. به سلامتی هاتون خوب شه. بفرمایید. یا علی. بفرمایید خانم شما بفرمایید شما. کمک من کفشمو زیر قربون. من شرم من خاک پاتون قربون. ای رو تخت میذارم. من خانم بفرمایید. نه حاجت بفرمایید. خوش اومدید. راستی تقی این حرکت معنیش چیه؟ تو هر جا داری این حرکت رو به کار میبری. جام سرمایه دلیل داره. مثلا من دارم دنبال مجرم میرم. خب مجرم داره حرکت میزنه از دست من دره. من باید حرکت بزنم جواب اون حرکت رو بگیرم. مثلا یاروه من عجیب آدمم. هر وقت عجیب آدم دنبال یاروی داره میره اون یارو هم چیه؟ داغون آدمه. این همه حرکت ها در میاد دیگه. جامسوان خودشه؟ جامسوان تو یه کار کنی من نزدیکش میشم. خب تو باطل لاستیکشو بزن. انقدر بار میگیریمش سری. میخوای یه کاری کنی؟ دارن در میرن. روشن کن بری. جامسوان تغییر نشدی؟ لبه خط تغییرال معروفه. از دست من حرکتی بزنم برات کمرمند فقط جامسوان ببند. برو دم این گاراژه یا آمار بگیر ببین جبار داره چیکار میکنه. جامسوان میگم ببخشید ناراحت نمیشید؟ میگم ببین من گروبانم شما سروانید. من تا به شما برسم خیلی مونده. میگم شما تشریف ببرید حرکت بزنید آمار بگیرید. من از اینجا شما رو حمایت میکنم. خب من حمایت نمیخوام. یه دستوری بهت دادم سری برو انجام بده. جامسوان یه سوال دارم. قضیه جدی بریه. این ماشین سفیده چی بود رفت تو؟ راست میگی. اینم عجیب بود. آمار اونم بگیر. جامسوان دیگه ببخشید من عجیب آدمم داغون آدمم هستم. اینقدر حرف نزن. بلند شو برو. جامسوان چشم. جامسوان میگم شما واقعا نمیخواد برید من حرکت بزنم؟ تقی جان بدو. باشه چشم. آی همشهری گوزا. داداش سلام داداش. نوکرتم داداش. داداش چه قیافت آشناست. بچه لبه خط نیستی؟ نه خیلی من بچه تبریزم. داداش نوکرت اجازه میدی؟ گوزا. داداش اگه اجازه بدی میخوام برم اتاق یه نفرت. چی دیگه؟ بیا برو پشت درس. داداش نوکرتم. من با این تیپ با قیافه برم پشت دیوار؟ داداش مگه بچه 4 ساله دیدی داداش؟ برو پشت اون دیوار 3 تا شیراب داره. داداش برو. خیلی با مرامی. بود اومدی ها. نوکرتم داداش. عوضش تیز و باز باش. قبل از اینی که اون دستش به گوش برسه ما بار خودمون رو بستیم و رفتیم. آخر هفته جنسا میرسه. میخوام موقع تحویل تو هم اونجا باشی. چقدری هست؟ اونقدری هست که هر دومونو بالا ببره. پول که حاضره نه؟ آره خیالت راحت. ببینم از باجناق پلیس چه خبر؟ ناصر خان از اون نگو که دیگه حالم ازش به هم می‌خوره. اینه و گربه دنبال من راه میره بوم میکشه. از موقعم که حاج نصرت مرده صبح تا شب پلاس اونجا. نگران نباش. این حس باجناقیه. همه باجناقا نسبت به هم همین حسو دارن. به جاش تیز و بز باش. قبل از اینه که اون دستش به گوشت برسه ما بار خودمون رو بستیم و رفتیم. خیالت راحت ناصر خان. من از اون خیلی زرنگ‌ترم.
ببینیم و تعریف کنیم. ببین جنسا که رسید روز جمعه که کارخونه تعطیل و کارگران نیستن، میخوام همه رو ببریم اونجا بسته بندی کنیم. اینجوری راحت‌تر میشه جابجاشون کرد. بیچاره حاج نصرت اگه میدونست بعد مرگش مسئولیت کارخونهش چی میشه فکر کنم هیچ وقت سمتش نمیره. خوشمزگی رو بذار کنار، برو به کارت. یاروی هستن و همشون داغون آدمن. فعلا خبرت میکنم. جامسمون رفتیم اونجا فالگوش وایسادم، دیدم جبار داره با یه یاروی حرکتایی میزنه. خب همون یارو بود با ماشین سپیده رفت تو. فکر کنم همون یاروه. دیدم قضیه بسته بندی و تون و خروار و چیز تو مایه همینه. فکر کنم جامسوان مواد به جان خودم دروغ نمیگم، جامسوان جدی میگم اینو. یعنی اونجا دارن مواد مخدر بسته بندی میکنن؟ نه قضیه برای بسته بندی مواده، در آینده نچندان دور. خب پس دارن مواد وارد میکنن. خب دیگه چی؟ جامسوان یه چیز بگم، طاقت داری؟ آره خب بگو. جامسوان ببخش تو رو خدا اینجوری میگم، البته ناراحت نشی جامسروان. جامسوان تسلط عرض میکنم خدمتتون. جامسوان جعبت داشت با یه یارو، همون یارو. یه لطفی بکن، یارو همه رو بذار کنار، اون خبره رو به من بده. جامسوان انگار دادن حاج نصرت رو کشتن. حاج نصرت رو کشتن؟ یعنی چه حاج نصرت رو کشتن؟ جامسوان داشت میگفت جعبت داشت میگفت که وقتی که حاج نصرت مرده این سوار رامین هر روز خونه حاج نصرته، اسم مردن آورد، بوی خون میاد. من حالا گفتم جامسوان چه ربطی داره؟ حالا گفته مرده، این که دلیل نمیشه. جامسوان نکشته؟ حالا اونو ولش کن، دیگه چی دستگیرت شد؟ جامسوان هیچ از من به عنوان پلیس جسارتا ببخش، من گروبانم شما سروان قبول، اما به عنوان پلیس یه شرم پلیسی میگه اینجا قضیه جدی بریه. سنگ و سنگ و سنگ کوهسارها. اما نصرت یواشتر بگو. الهی قربونت برم. باش، به خاطر دختر گلم یواشتر میگم. سرتو بنداز پایین بنویس سنگ و سنگ. اما نصرت جونم کی پیش ما میمونی؟ تا کی پیش شما میمونم؟ والا اگر خدا بخواد هر چی زودتر انشالله. ازم بگذر بنویس دخترم. اما نصرت کی بابای من میشی؟ نرگس مامان مشقتو بنویس، عمو رو اذیت نکن. من اذیتش نکردم، اما دیکته من گفتش منم به عمو دیکته گفتم. قربونت. امان از دست این بچه ها. ماشاءالله شما هم خیلی حوصله دارین حاجا. زنده باشه ملیه خانم. راستش چطوره بگم، من عاشق بچه ها. من بچه ها رو خیلی دوست دارم. ای کاش این محبت و صمیمیت بچه ها تو بزرگترم باشه. البته ماشاءالله شما که خیلی خانم و با وقار و صمیمی هستید. ممنونم، شما لطف دارید. واقعیتش اینه که حاج آقا از زمانی که شما اومدین توی این خونه نرگس خیلی روحیش عوض شده. همیشه تو خلوت خودش بود، با کسی حرف نمیزد، ولی با شما خیلی اخت شده. سوالم اینه که با اجازه شما این یه دونه بچه رو فقط دارین؟ خدا بعد از چند سال این بچه رو داد به ما و پدرش رو از ما گرفت. ما از همه چیز محرومیم. فقط از خدا میخوام که عاقبت این بچه ختمه به خیر بشه. خدا خوشش نمیاد ملیه خانم. خداوند این همه نعمت به شما داده، اینا رو نمیبینی؟ اون وقت چسبیدی به نداده هاش. واه. آقا بفرمایید سنگک تنوری دو آتیشه دار. شما غلامم که اومد. چطوری عمو؟ یا علی یا علی. چه خبر بود حاج نصرت؟ رفتم نونوایی نفهمیدم نونوایی یا صف بنزینه، انقدر شلوغ و مردم همینجوری میرم. همونجا من تو صف بودم، بعدم مردم همه دارن چهره ناراضی نون دستشونه نگاه میکنن اینا. رفتم جلو جویا شدم دیدم چیه؟ دیدم نون سوخته و خمیر میدن دست من. گفتم جوونک بیا حالا پیرمون بنده خدا شاتر پیره رو رد کرد رفتن یه جوونکی اونجا مشغول به کار بود. بعد اومد گفتم این چه نونیه؟ یارو دیدم چشش رو من گشاد میکنه، یعنی همینی که از گفتم بود بابا گلابی و همینجوری بهش اشاره کردم نشاخه بنده خدا منو. اگه میشناخت این غلطا نمیکرد. بله یه لطفی در حق ما بکنی؟ نه صبر کن، خواستم اینا گوله کله باش کردم، خواستم بکنمش محکم تو تنور. این جیگرکی بنده خدا میون جیگری که کله‌ش هم شکافته بود. من به قول مریم خانم می‌خواستم تکیجش کنم. خیلی خوب بود. محمد جان اون لطفو در حق ما بکن.
مهمون داریم دیگه. خدمت شما عرض کنم که با به جون آقا مینا راست میگم. اسم آقا شونا رو بلند شو برو به کارت برس دیگه. مریم خانم شاغلا من نوکر. چشم به حرمت امون بدیم. او جوونه دیگه. چشم آقا نصرت، ما نوکر شما هستیم. ببینم آقا نصرت، حالش رو داری امشب با هم بریم یه حالی بکنیم، بیرون یه کاسه‌ای بکنیم؟ اوستا جونم قربونتو برم، تو فقط دستور بده، تو اوستای منی، فقط یه لباس رسمم به من بده و الهی به اون میده. تو همه چی من نوکرتم. داداش خودم قربونتو به برم. خدا درست نیست. چی درست نیست؟ خودش داره میگه خوب نیست. چرا خوب نیستم بابا؟ البته با اجازه شما اگه اجازه بدی برم. چی برای خودش هم خوبه، آب و هوایی هم عوض میکنه دیگه. بس من برم واسه شما یه دست لباس کنم بیام. دارم حس میکنم نورو، دارم حس میکنم نورو که همزاد نفس های، همزاد نفس های برای من سر و قاضی به معنای سرانجام، معنای سرانجام. دستت درد نکنه. یا علی خیلی خسته نباشی شاغلام جون. قربون شما برم آقا نصرت. خب ببینم فقط این کارتونا رو جمع کنیم دیگه. آره دیگه کارمون فقط همین کارتون جمع کردنه دیگه آقا نصرت. میگه هر کی را دیدم ماشینی داره، هر کی را دیدم ماشینی داره، در ماشین خود پولکی داره، اما ندارم من موتور گازی، موتور شاغلام عالمی داره، موتور شاغلام عالمی داره. شما هم گرم شما. آره ها آقا نصرت. چی کار کنیم دیگه؟ چرا نه؟ ما جوانی داشتیم مثل اینکه. سلام. خوبی؟ هم بابا همش دارم وقت کشی میکنم. مگه درس نمیخونی؟ چجوری درس بخونم؟ خب امتحانات که نزدیکه، تو درس تو بخون. چه خبر حالا؟ هیچی. تو چه خبر؟ حقیقتا از حاجی که هیچ، اما از جبار چرا؟ جبار؟ آره. چی بگو؟ یا علی دست شما درد نکن. قربان شما. بیا با هم کمک کنیم. دست شما درد نکن. بخیر داریم یاد میگیریم. خیلی آره دیگه. شاغلان با اجازت من یکم خستگی در کن. ببین چی پیدا کردم. اینه که همش تراوکیه که ببینم این مال کدوم آدم بدبختی هست؟ چند میلیونه الان؟ شاغلام حالا با این پولا میخوای چیکار کنی؟ هیچ مال من که نیست. این پولام خوردن نداره. میگنیم صاحبش رو پیدا میکنیم بهش میدیم. آفرین زنده باشی. ولی خب بگو ببینم چطوری آخه؟ من تجربه این کارو دارم. یه بار دیگه هم برای این اتفاق افتاده با من. خب بگو ببینم تجربه تو میگه چیکار کنی؟ میریم کوچه پایین و کوچه بالا رو تمام در خونه ها رو میزنیم، آدم ها رو صدا میکنیم میان بریم. میگیم یه همچین کیفی پیدا کردیم، هر کی آدرس دقیقش رو به ما گفت میدونیم که این پول ما رو اون بنده خدا میدیم بهش. یا ببوسم. آفرین. من زنده باشی. من کوچیک شما هستم. خدا عاقبت تو بخیر کنه. حالا که اینطوره بعد بلند شی. قربونت برم. یا علی. آقا سلام علیکم. صدات قطع وصل میشه. ای بابا. آقا سلام علیکم. سلام علیکم. میبخشید شما چیزی گم نکردید؟ ببین رضا نصیری حکم جلد تو گرفتم. عصبانی میشه. خدا.
اینم که با کسی نخیر میگم آقا نصرت، من که هر چیز زنگ زدم هیچ کسی نگفت چیزی گم کرد. به موت قسم 50 تا خونه رو زنگ دادم هیچ کسم. من که میگم برگردیم بریم همونجا که این کیفو پیدا کردیم، شاید کسی رو دیدی. خب قربونت برم من، اگه پیدا نکردیم چی؟ دوباره فردا شب میایم زنگا رو میزنیم، شاید پیداشون کردیم. بالاخره باید این کیفو برسونیم دست صاحبش. آخه این که های سر میخوریم یک پایین پدر منو جون تو در آورد. حالا مواظبش باش. بریم. حالا یه دهم بخون برام. خدایا بابا دخترم ببخشید اتفاقی افتاده، چیزی گم کردی؟ همه هستیمو گم کردم آقا. حالا این هستیتون چی هست؟ یه کیف زرشکی انقدی بود. حالا توش چی بوده؟ 12 میلیون پول آقا، با 1000 قرض و قوله پول جراحی بابامو جور کرده بودم. خدا شفاش بده. بیا دخترم پیش ماست، بفهم. کیفمه. این خودشه؟ خودشه ولی باز کن ببین بابا، باز کن. نه حرفتون سنده، ولی شما این کارو میکنین چطور این کیفو به من برگردوندین؟ نه اینم کار خداست خواهر من. دستتون درد نکنه، خدا خیرتون بده. بفرمایین تو ما این کارو برای مشتلق گرفتن نکردیم خانم. دستتون درد نکنه. دقیقا این شاغلام خیلی کار خوب انجام داد، یکی از کاراش همین، فقط دعاش کن همین. ما مخلصیم. خدا خیرتون بده. برو به امان خدا. دستتون درد نکنه. یا علی. ببین آقا نصرت، من اصلا نمیخوام ناشکری بکنم، میگم خدایا شکره، ولی میدونی دور زمونه چی شده؟ من نمیدونم آدم باید به کی اطمینان کنه، باید با کی درد و دل کنه. بنده خدا اومده زحمت بچه رو کشیده، بزرگش کرده، با نمیدونم نداری، با داری، نمیدونم با قصه، با غم، بعد حالا همون بچه بزرگ شده و براش شده شاخ. به کی باید بگه آدم؟ میفهمم چی میگی شاغلام، قبول میکنم حرفت، ولی چه گویم که ناگفتنش بهتر است. ولی ناراحت نباش شاغلام، تو خودت انقدر محبت کردی به همه، یکیش خود من. اگه اون شب تو نبودی واقعا نمیدونم من الان کجا بودم، شاید اصلا زنده نبودم، یا اگر بودم معلوم نبود تو کدوم این بیمارستان. من که نوکر شما هستم آقا نصرت. اگه اون شب رو میگی، اون شب که من وظیفه‌مو انجام دادم. به خدا اگر همه آدما اینجوری فکر کنن و ما هیچ موقع درمونده و چجوری بگم دلتنگ نمیشی. من خیلی نوکر شما هستم. به جون خودت، با چشمای قشنگت خیلی دوست دارم. و بازم میخوام بهت بگم تو داداش کوچیکه من. همون سوخونه پریشب کیف کردم چیکار میکردی، چه چرخ قشنگی، چه میل قشنگی میگرفتی، با دمت گرم. آقا نصرت من نوکر شما هستم، من زمین خورده شما هستم. ببخشید من. الانم که طلب فیض کردی، دستت درد نکنه، خدا پدر مادرت هم بیامرز. میگم عمو نصرت، من سر راه شما رو میذارم دم خونه، شما برو تو خونه یه استراحتی بکن، من باید برم یه جایی یه کاری انجام بدم و بیام. دم شما گرمه دیگه ما شدیم غریبه. آره نه به جون شما، من حتما من خودم تنهایی برم کار انجام بدم. نکنه بازم داری دنبال کار خیر میری؟ آره نه بابا، کاری دارم بعد اون کارم انجام بدم. زنده باشی، خدا پناهت باشه. ما نیستیم، خدا پناهت باشه. من نوکرتم. یا علی باش. میگم بالاخره این آقا رامین تونست حاجی رو پیدا کنه یا نه؟ خب تهران به این بزرگی کار ساده‌ای که نیست. به هر حال هم داره همه تلاششو میکنه. از عاقبت این ماجرا خیلی میترسم. اتفاقی افتاده که من اطلاع ندارم؟ اتفاق که نه، ولی آخر سر ما هممون با کامران مشکل پیدا میکنیم. چه مشکلی؟ این خانداداش شما که مثل عقاب چنگ انداخته رو ثروت حاجی. ماشاءالله نمیذارم کسی چپ نگاه کنه بهش. ببین
جنگل که نیست، قانون داره. قانون همه چی حل میکنه. تمام شد رفت. قانون؟ اگه کار به اونجا برسه که دیگه حالا درگیریم. چی نرگس شو؟ عمو چرا گریه میکنی؟ تو دیگه نه، تو برو با من. عمو داره استراحت میکنه. برو. حاج نصرت باشه برو تو بخواب، داره بارون میاد آجی. حاج نصرت خوابم سنگینه، بارون میزنه صورتت بیدار نمیشی آجی. حاج نصرت جی آجی حاج نصرت نوکه شوخی نکن باشه دیگه. حاجی دکتر چیه محمد جون؟ مگه دستت لای درگیر کرده؟ ببین نفس نمیکشه آقا نصرت. ببین با این چه خبره؟ خیلی خوب، الان رو پوشم متاسفانه تموم کردم. یعنی کاری نمیشه براش کرد؟ نه متاسفانه. محمد جان شما فردا بیایید درمونگاه برای جواز فوتش. خدا بیامرزد. شاغلام کجاست؟ رفته واسه کفن و دفن حاج نصرت پول جور کنه. مریم جون ما بریم بیرون بذار ملیحه راحت تر باشه. بریم من. بیا ماما جون برو بشی. ننه حجت خدا رحمت کنه حاج نصرتو. بنده خدا خیلی مرد خوبی بود. برای خدا بیامرزتش. بنده خدا اومد تو غربت از دنیا را، قسمتش این بود. ولی شاگلم خیلی ناراحته که نتونست براش کاری بکنه. چرا مادر جون دیگه میخواستی چی کار بکنه؟ بنده خدا رفیق الان پول تهیه کنه کفن و دفنش درست کنه. بابا جون مادرم تو تازه اومدی تو خونه زندگی ما سالهای سال شاغلامو میشناسیم. این پسر چقدر فداکاره، چقدر خیره. مریم تو فکر میکنی که اون نامه و پولی که هر ماه برای من میاد، فکر میکنی من نمیدونم که کار خودشه، کار به سر من نیست؟ چی بگم از گذشته این مرد، از انسانیت این مرد؟ هر چی بگم کم گفتم. شوهر تو هم بچه خوب خیریه، ایشالا که پای هم پیر بشین، خوشبخت بشین ایشالا مادر. خدایا به حق بزرگت قسم، هر چه آدم خوب و خیره خودت عزت و طول عمرشو زیاد کن. خدا رحمت کنه. جوسوان شما از کجا فهمیدید که باید بیام اینجا کنار قبرستون حرکت بزنیم و آمار بگیریم؟ راستش تو این چند وقتی که تلفن جبار رو تحت کنترل داشتیم متوجه شدیم که اینجاست که قراره بیارن و محموله رو رد و بدل بکنن. جوسوان شما بچه لبخند نیستید، خیلی تیزی ها دمت گرم جوسوان. میگم حالا جوسوان تا کی قرار اینجا بمونیم؟ خب تا زمانی که جبار بیاد. بله درسته قربان. پایین رو نگاه نکن، جلو رو نگاه کن، الان میرسن. جا قطع بود. میخواستی وسط شهر قرار بذارم؟ دیگه نه کنار قبرستون. خب چیکار کنم؟ جان تو اینجا روح موح داره. منم میگم داره. باید داشته باشه دیگه. به بدو آقا جون، خونه داره بچه دار. لبا بده هم میچسبونه جونم. به آدم سعی پیدا شد اینجا. خوش اومدی. حرمت تو برم. این چطوره؟ حرف نداره. دو نفری خانواده این. شیرین باشه. ببین هر 30-40 سال یه هندونه اینجوری میاد. ببرن؟ ببر. این طرف ها. ببینم اما اینجا که جنی چیزی نداره که. جن این طرف ها؟ زکی بغل قبرستونه دیگه بابا. داداش تو به دمت گرم. چی انتخاب کردی؟ ایوه داداش یه دونه وسط گرون فقط حساب نکنی با همون. پولش هم نده قربونت تو بدم. حرف نده. بیا همون اینجا جن و پری کجا بود قربونت تو بدم؟ تا من هستم جن و پری چیکار از اینجا؟ خیالم راحت کرد. خودم بابا. خیالم راحت کرد.
جاسم اینا همشون داغون آدم و عجیب آدم ها. من جای شما بودم خودش اگه جای شما بودم گفتم برای بچه های بنزاست گردون داره چراغ داره. اونا رو اگه من بودم میگفتم همشون بیان داداش، بعد با این تفنگ دوربین دراز اسنایپر رو وایسن تا خواستن بگریزن حرکت بزنه با تیر بزنیم جواب حرکتشون رو بدیم. جناب سرمان جدی میگم داداش. بینا جون پول هندونه رو تو میدی دیگه ها؟ حله پول حله باش. عمو خدا اینجا نمیترسی؟ اکی؟ روحی جنی چیزی بابا منو ترس؟ آره خدا ترس دارم. هی نگو ما میترسیم بابا، خبری نیست اینجا که. بغل قبرستون یه ترس داره بالاخره. ها؟ ترس داره دیگه. نه بابا من هم نمیترسم. ای بابا حالا من چطوری برم اونجا؟ حالا اینو بدبخت ها نترسن. میخوای برات بخونم؟ آسمان ای آسمان خسته شد دل من، از تو جز غم دل چه شد حاصل من. آقا جان یه دقیقه بیا کارت دارم. بیا آفرین بیا جلو کارت دارم. ببین چی بهت میگم. چیه؟ مرده. ای بابا این چرا قش کرد؟ که آدم ندیده تا حالا. حالا به اون بگم اون نترسه بیچاره. آقای محترم، آقای که هندونه میخوری بیا جلو بابا، بیا کارت دارم بابا بیا. ای بابا ترس وایت کارت. آقا با تو هم آقا سلام علیکم. اولا که صدای قشنگی داشتی من گوش میگردم. دومم برادر این دو نفر چرا قش کردن؟ جناب سرمان حاج نصرت نیست؟ آره خود حاجیه. اینجا چیکار میکنه؟ جناب سرمان این که مرده بود اینجا چیکار میکنه؟ پیش این همه یارو چیکار میکنه؟ تو از کجا میدونی حاجی مرده بود؟ آخه پولم اون هندونه. یه قاش از این هندونات بده. یه قارچ قاچ اون قارچه اون قارچ مال کو این قاچ مامان اصلا چه دلیل داره حاج نصرت تو ماشین یارو بشینه اونا که عجیب آدم و داغون آدمن؟ جبارم رسید؟ این چرا اینجا افتاده؟ بیدارش کن چنگیز. آقا بچه ببینم انگار اومده خونه خاله. بچه ناصر خان اومده. بچه آقا ناصر خان اومده. اشا دیگه ببینم توهم زدی چیزی خوردی؟ این چه ریختی قیافه برای خودت درست کردی؟ بیچاره شدیم به همون رکب زدم. چی داری میگی؟ کی بهت رکب زده؟ نمیدونم قیافه مرده ها رو داشت، انگار همه الان از تو قبرستون بلند شده بود. مرده کدومه؟ میفهمی چی داری میگی؟ خیالاتی شدی؟ به خدا راست میگم ناصر خان، کفنم داشت. جنسا کجاست؟ صندوق عقبه. برو برشون دار بیار، من میرم تو ماشین. بله چشم. داره در میره. بدو چنگیز ماشین رو روشن کن. بچه جنسا باشین. بدو در رفت دیگه.
تقی سری ماشین رو روشن کن، با فاصله فقط اینا رو تعقیب کن. سلام کردم هول نکنین حاج نصرت چی شد حاج نصرت چی؟ عبده تو حرف نزن حاج نصرت ما داشتیم میبردیمش با موتور حاج نصرت چی؟ پیدا کردم تو حرف نزن بابا مگه نمیشنوی میگه تو حرف نزن ببینم چی شد. ببین ما داشتیم آروم میبردیمش با موتور تو حرف نزن بابا چرا نمیفهمیم که حرف نزن تو از علم پزشکی چیزی حالیته ببخشید معذرت ما داشتیم حاج نصرت رو میبردیم یه رسیده به یه دست انداز اینجوری شد یه حاج نصرت زنده شد به یه حرف زد حرف زد الان کجا؟ الان اونجاست تو موتور راه خوابیده. سلام، وقت بخیر. ما در موقعیت 11:20 از شرق به غرب در حال حرکت هستیم. سوژه کاملا تحت کنترل ماست. عنایت بفرمایید با یاسر 5 هماهنگ کنید تا در موقعیت 11:25 به ما ملحق بشن. بله؟ چنگیز گاز بده. چش آقا. آخه جا قطعی بود که حد بیان کنار قبرستون قرار بذارین. خودتون اون محل رو انتخاب کردید. من چه میدونستم تا چشتون به یه جنازه بیفته از ترس خودتون خیس میکنین. خودم ببینیم نمیخواستیم تنهاش بگذاریم ولی ترسیده بودیم. آقا حرف زد چاقلا چاقلا حاج نصرت سلام دکتر. سلام. کیه چه میترسی؟ خودتی دکتر جان آقا نصرته. آقا محمد جان آقا نصرت خودمونه. جلو یه جلو آقا نصرت از دیدن دوباره تو خوشحال هستم. برای سلامتی حاج نصرت سلام. اللهم صل علی محمد. لار از دنیا نری دومیشو بلندتر بفرست. اللهم صل علی محمد. دهنت خوش بگو سومی رو. بسته دیگه. اللهم صل علی محمد بالا. بسته. چطور چه میلرزی چه میترسی؟ خوب هستی؟ خوشحالم. خوبم عالیه. میگم شاغل ما چیکار کنیم؟ برید شما به بچه‌ها بگید که آقا نصرت سرمون من باید مریم خانم در جریان بذارم. برو در جریان بذارش. بریم الان میگی. خودت حاج نصرت. برو. دیوانم کردن اینا. خب خوبی؟ خوبم عالیم خدا رو چطوری بود شکر. اونجا؟ بابا هیچی بابا خدا خواسته ما 2 مرتبه برگشتیم و انشالله دیگه میخوام اونطوری که باید و شاید بشن. خدا رو شکر. با امید خدا. این ماشینه مالی که داستانش زیاده. راستش مال یه بنده خداییه. منم نفهمیدم چون عجله داشتم گفتم نکنه مشکل باشه سوار شدم اومدم. نکنیم بنده خدا دنبال ماشینش. شما حواستون به ماشین جنسا باشه تا من یه درسی به این آقا بدم. بله ناصر. مرد حسابی ماشین مردم رو برمی‌داری میری ده برو که رفتی. شلوغش نکن. این که زنده است. سلام حاج نصرت. این کیه؟ دامادم جباره. جبار ببینم تو اینجا چی کار میکنی؟ جبار خودتو تسلیم کن. منطقه تحت کنترل ماست. جبار تکون بخوری زدم. جبار چی کار میکنی؟ جبار عاقل باش. ببین چی بهت میگم. جناب شعبان امیر اگه رو آواز نکنی زدمش. میدونی هم چه شوخی نمیکنه. آقا تو دخالت نکن قضیه فامیلیه. خانم جون آورد. مریم خانم زندن حاج نصرتی؟ اونا حاج نصرت. بچه بازی دارن یا جبار؟ اصلا بگه کنار. ببین رامین چی میگه؟ دیگه آب از سرم گذشته. خیلی خوب دیگه داری جرمتو سنگین‌تر می‌کنی. بذار حاجی بره. شما کجا؟ جناب صاحبان شهر بخاطر من ثروت میلیاردی تو حاجی. خیلی خوب. همه شخصی خودته. آقا میلیاردی میگی. میزنم ما. بگاش کنه قلابیه. مادر جان ببین چی کار کردی. گفتم بهش میزنم. جبار سوار داداش همین جددن یادش کن داداش. آقا چی کار یعنی چی؟ سوار اون یادی حرکت میزنه. اون میگوید اون یعنی چی؟ من خواهش بده چی حاج نصرت. خانوما برین آقا. حاج نصرت قلبت درد میکنه شما دخالت نکنید. من خواهش میکنم به خاطر من. تو که اینقدر به من احترام میذاری. بگیر این انگلای جامعه رو. درود بر پلیس. دروغ گفت ما حاج نصرت. همینا بود. میخواستم حاج نصرت رو بکشم. شما میلیاردی بودی؟ بفهم بچه بگیر. محمد نانوچ
مریم دکتر شاغلم تو دیگه کار بابا نکن شاغلم داداش پاشه داداش، اینجا یه خوابیدن نیست داداش، همه داغون آدمن داداش. پاشه داداش. اصله راستکی بود این یارو کو شناستم داداش همه داغون آدمن. پاشه داداش. به خدا من دروغ نگفتم، من فقیر محبتم، گدای لطف شما هستم. آقا جون تو چرا این پیانو تومون من اپام در بردی؟ بابا نوکرت داداش یه سوال داشتم، شما به خاطر یه شلوار پیرن این همه گریختی حرکت زده که اینو بگیری؟ قضیه جدی به یا بوداره داداش، گفته باشم. حتی لباست تنت درن دنبالش نمیان؟ این همه رو میگریزی میاد؟ چرا میگریزم؟ بعد تو جیب این یه چیزی دارم من. آقا پولش همه چی مال خودت. یه شناسنامه تو دارم، دای اونو من بده قربونت برم. لباسم مال تو. داداش شناسنامه قضیه چی بگیره؟ شناسنامه مال ترسیده گریختی یه جورایی. ตรงเป้าหมายสามารถฆ่าสิงโตได้ถึงกระนั้นไม่ถึงครึ่งของลูกยีราฟที่รอดมาได้ในปีแรกส่วนใหญ่เป็นเหยื่อของสิงโตแต่ไม่ใช่ว่ายีราฟตัวสูง18 ฟุตหนัก2 ตันนั้นจะปลอดภัยการล้มยีราฟสักตัวทำให้สิงโตตัวเมียครึ่งโหลหมดแรงและทำให้มันเผชิญอันตรายถึงตายแต่ตัวผู้ก็กินก่อนผู้สิงโตจะพยายามซ่อนเหยื่อที่ได้หลังจากกินแล้วแต่กลิ่นของมันไปแย่ประสาทของพวกสัตว์กินของเน่าที่เข้าแถวคอยซากสัตว์พวกไฮยีน่าไม่ได้ล้อเล่นพวกสัตว์หนัก150 ปอนด์มากันเป็นกลุ่ม ببخشید دیگه چایش از این ارزوناست، نه رنگ داره نه مزه. พวกลูกยีราฟจะอยู่กันเป็น خدا بیامرز مادرت جون، خدا رحمتش کنه. ตัวแม่ไม่ใคร่ไปไกล از زمانی که اون بنده خدا از این خونه رفت مهر و محبت و صمیمیت و همه چی رفت. شماها بچه های من رفتین دنبال برنامه های خودتون، دنبال خواسته های خودتون، دنبال مسائل مادیتون. بابا فکر نکردیم پدرتون هم آدمی، پدرتون هم احتیاج به محبت داره، پدرتون هم احتیاج به عشق داره، همه رو بکنید. بابا چرا حساب میکنید من آدم نیستم؟ فقط خیال میکنید که من بانکم، خیال میکنید من کارخونه پولسازی دارم. آره بچه من، شما هر وقت نیاز مالی داشتید میامدین طرف من. بابا والا این نیست، به خدا اشتباه میکنید. بچه های من یک محبت کوچیک خدا شاهده میتونه 3 ماه زمستون یک آدم رو گرم کنه. با من نمیفهمم، میشه بیشتر توضیح بدید؟ من تو این چند سال اخیر حقیقتش رو دیدم. هیچ محبتی از شما ندیدم، هیچ احترامی رو لمس نکردم، هیچ صمیمیتی از شما در وجود من ایجاد نشد. برای این بود رفتم شاید تا جای دیگه پیداشون کنم. کجا بابایی؟ پیش کی؟ دخترم پیش اونایی که همه چیزشون رو تو طبق اخلاص میذارند و 2 دستی تقدیم آدم میکنن. به جون خودت برای اونا هیچ فرق نمیکنه چه آشنا باشی چه غریبه. فقط اگه بدونن یه نیازمندی احتیاج داره به خدا احتیاجشو برآورده کنه. آره اونا کجا؟ یکی از اونا شاغلامه، استاد من، معلم من، کسی که قرون شبها خرج زندگیشو از تو آشغالات جمع میکرد و تقدیم دوستش میکرد. دخترم من تازه فهمیدم فداکاری یعنی چی، عشق ورزی یعنی چی. خدای من
من تا اشتباه کردم، غفلت کردم. خدایا منو برم. بابا جون چه حرفی شما میزنی؟ همینقدر که اینقدر شجاعین که به اشتباهاتتون اعتراف میکنین یعنی خیلی بزرگین، یعنی قدرت دارین. دخترم، گل من، این قدرت اونا به من دادن. این قدرت رو شاه غلام داد، این قدرت رو دکتر داد، ننه حجت داد، ملیحه داد، محمد تیکی داد، حتی اون نرگس کوچولی قدرت من شرمندم. من احمق همش دنبال پول و مادیات بودم. دیگه نمیخوام. نه پول میخوام، نه کارخونه میخوام، نه مادیات، هیچ چیزی ازت نمیخوام. به خاک مامان همین الان من نبخشه از این در میرم بیرون، دیگه هم بر نمیگردم. منم میخواستم عذرخواهی کنم ازت. همش تقصیر جبار بود. انقدر دنبال پول و ثروت بود که براش مهم نبود که هر کاری بکنه، فقط مهم بود که بهش برسه. منم اغفال کرده بود. من میدونم خیلی آزردمتون، فقط خواهش میکنم منم ببخشید. گفتم بو نو گو اگر بوی بکشه من خواست چند دفعه هم گفتم جبار جبار جبار، هیچ که به حرف من توجه نکرد. خواستم بو هم گفتم نه نوی مترسیدم که من سر منم بابا. سفورا ها باز چی شده قاطی کردی؟ بیا ببینم. چی میگی؟ جبار چی؟ جبار مقصره، اصلا مقصر تمام این بدبختیایی که آجی کشی جباره. یعنی همه زیر سر او بی. موقعی که شما رفتید آخرین دفعه ای خونه در خب بعد تلفن جبار زنگ خورد. تلفنش که زنگ خورد من فهمیدم مشکوک بی، اصلا یه جوری به قیافش یه جوری بی و همیشه فرق میکنه. الو سلام ناصر خان، نوکرم. خوبی شما؟ خب یعنی دیگه کلک آجونست کنده است؟ خیالم راحت؟ نه شما نگران نباش، از اینجا به بعدش دیگه با خودم. باشه خداحافظ. خداحافظ. سلام علیکم. سلام و کوفت. اینجا چه غلطی میکنی؟ هیچی، من اصلا فضول نیستم، میام اینجا فضولی کنم. واسطی فالگوش حرفای منو بشنوی؟ نه اصلا هیچی. من اینجا چه غلطی میکنی؟ اینجا غلط نمیکنم. تو که منو میشناسی. همونه که باشون صحبت میکردم میبرن تنگ قبرستونا. خب نه تو جباری، اما من کورم کرم لالم هیچی. خب سکت چه؟ حجاج نمیدو چه؟ بدو دیگه نبینمت. حاج آقا شرمنده، ببخشید همش تقصیر من، ببخشید. ایرادی نداره سفورا جان، ناراحت نباش، گریه نکن دخترم. ببین دخترم، تا خدا نخواهد به جون همتون حتی یه برگم از درخت به زمین نمیفته. آره سفورا جون، حالا دیگه گریه نکن. میبینی که همه چی به خیر گذشت و بابایی الان اینجاست. بابام دستشو ببخش. بابا یعنی واقعا جبار خواسته شما رو بکشه؟ آره جونتون، یعنی اون واقعا سعی خودشو کرد. این بنده خدا اگه شاه غلام نبودم اون به مقصد خودش رسیده بود. خب پس با این حساب شما باید حسابی از خجالتشون در بیای. آره من باید سعی خودم بکنم، ولی دخترم با پول نمیشه جبران کرد. نمیدونم. محمد جان میگم جای حاج نصرت خیلی خالیه. آره خیلی شهادت کرده بودیم. یا الله یا الله
لعیا جان مواظب باش، اینجا پله است. از اینکه کسی نیست. یا الله. به عمو جون من. آره که اومدم. قربونتو برم من. خوبی؟ جونم عزیز دلم برات تنگ شده بود. اوه قربونت برم من. ببینی شنو؟ اسمش لعیاست، دخترمه. ببین چی برات آورده؟ ببین برای چی خریدم. برو ببین. خیلی دختر. اینا رو بده من. ببین دوستش داری؟ بابا بگو دیگه از اینجا نره. دیگه از اینجا نری باشه. چش دختر گلم. باشه قول دیگه از اینجا من نمیرم. سلام ننه حجت. سلام مریم خانم. سلام. علیکم سلام. ببینید دوستان، به جون دخترم اون شب که شاغلان من آورد اینجا همتون میدونید من یک جسم بودم، یه آدم مرده بودم، ولی شما با معرفت و انسانیت خودتون به من روح دادید. شما به جسم و روح من آرامش دادید. شما خوی مردونگی و جوانمردی در من بیدار کردید. بابا خدا شاهده من تازه فهمیدم ای دل غافل چقدر من تا اشتباه میکردم. فکر میکردم که با دست گره کرده آدم میتونه واسه خودش رفاقت بکنه، رفیق بگیره. نه، اینا اشتباه بود. وقتی که فهمیدم که تو این دنیای به این بزرگی دروغ و خیانت زرنگی محسوب میشه، دیدم ای دل غافل تو همین دنیا جوانمردی کیمیاست. این جوانمرد کیه؟ این کیمیا کیه؟ هیچ کی نیست به غیر از همین شاغلام خودمون. به خدا این شاغلام اوستای منه. جلو همتون میخوام بگم نوکرشم، مدیون محبتشم. بابا ببینید عزیزان، تو رو خدا چپ و راست نگاه. دخترم به من نخند، خواهش میکنم، خواهش میکنم نخند. اشتباه من چیه؟ من اگه راستشو به شما نگفتم نمیخواستم خدای نکرده تفرقه بیفته. من از خود شما خونو شاغلام به جون خودت منو ببخشید. من نخواستم به شما دروغ بگم، فقط حقیقت رو یادم رفت بگم. همین. حلالم کن ننه حجت، حلالم کن دکتر، حلالم کن مریم خانم، ملیه خانم، محمد جون، شاغلم خیلی نوکرتم، حلالم کن. بریم دختر، منو ببخشید. بریم دختر. نمیدونم والا، شاید حق با اونا باشه که باور نکنن من. بابا اگه اجازه بدید من و رامین و خواهرام امشب بیایم. حاجی آقا رامین جلو درم. خیلی خوب، گفتن نداره، بگو تشریف بیارن تو. نه نمیام، آخه آقا تقی باشه. خیلی خوب، اگر اینطوری من میرم خدمتش. یه دست هم در ماشین 6 تا من لغ زد بابا. و آقای اون تو اینجوری چپ افتاد. من خواستم در وا کنم به جون آقا اینا، خواستم یارو بکشم بیرون، موبایل هی زنگ کنم. تو رو به جون همین آقا دینا بس کن دیگه بابا. سلام ننه حجت. سلام آقا جون. سلام ننه. سلام مادر. از آقا نصرت چه خبر؟ محمد جون شما بفرما، به زندگیت برس. مریم خانم. خب ننه، من میتونم وقت شما رو یه دقیقه بگیرم 2 کلمه باهات صحبت کنم؟ بله بفرمایید. 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 ببین ننه، این آقا نصرت ما حکم این آدمایی رو داره که از همه جا رونده شدن. شما باید بهش حق بدی. اگه این آدم به ما میگفت که حاجی پول داره و نمیدونم مال و منالش رو یعنی مال و منالش رو به رخ ما میکشید، آیا ما اینجا تحویلش میگرفتیم؟ ده نمیگرفتیم دیگه. اون از زندگی پرزرق و برقش خسته شده بود ننه. خب
اون دنبال یه چیز دیگه بود. با اون قلب مریض شبا دنبال من میومد آشغالگردی. میدونی دنبال چی بود؟ دنبال صفا و صمیمیت و محبت و نمیدونم یه همچین چیزایی که اینجا پیدا کرده بود دیگه. باور کن نمیخواست از دست بده. الانش هم همینه شاغلا. به جون خودت نمیتونم شما رو از دست قربونت بود برم شاغلا. خیلی چاکرتی. عروس دوماد اومدن به افتخار عروس دوماد. مبارک باشه مبارک باشه. به مبارک باشه مبارک باشه. عجب شبیه امشب. دست بادا مبارک بادا ایشالا مبارک بادا یادره یار مبارک بادا ایشالا مبارک بادا یار مبارک بادا ایشالا با هم میشین دیگه. امید خدا یاد عروسی خدا مریم خانم افتاد. حاج آقا نصرت مبارکتون باشه. ولی یه جور مبارک باشه.